سلام بچه، اومدیم با یه ویدیوی دیگه و تو این ویدیو میخوایم مقایسه کوکاکولای اتریش در مقابل کوکاکولای ایرانی بذار ببینیم که کدومش بهتره. و اول کوکاکولای ایرانی رو باز کنیم ببینیم چیه. خب حالا اتریش وی گازش زد بالا. خب از لحاظ رنگ و کلا کوکاکولا ایرانی همش گازه، همش گشته. خب بذار اول ایرانی گاز زیاد به شیرینی مقبول و حالا این گاز به نسبت بیشتری داره، اما این گاز خیلی محکم میکوبه تو، ولی این گازشو ذره ذره وارد میکنه، ولی شیرینیشو هم این انگار شیرین تره. در کل از نظر من به نوشابه اتریشی 8 میدم، 9 میدم، به این 7، به ایران 6 میدم. در این نتیجه جدا بر صرف قیمتش که این 50 تومنه این 19 تومنه، این قیمت شده از زمین که اتریشی 100% بهتره. البته بوتیا جفتش هم 330 میلیه، 300 و چند میلیه، آره جفتش 330 و از مقداری هم هیچ فرقی نمیکنه. و بله البته این ویدیو رو چرا شورت ویدیو جمع کردم، چون نمیخواستم سریعش کنم و واقعا معذرت میخوام از یه سری ویدیوهایی که شورت ویدیو رو سری کردم و یه سری نتونستم بفهمن چی گفتم. و لایک و سابسکرایب فراموش نشه، یه کامنت هم برام بذارین. بعد من هی نگاه میکنم ببینم کامنت ویدیو غیر فعال و اینا رو روشن میذارم. یا نمیدونم قضیه چیه، ولی لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید که به 20 تا سابسکرایب برسیم و چالش تخمای مرغ رو بریم و بازدید ویدیومون هم واقعا خوبه، به 2000 تا رسید و واقعا از بازدیدهای خوبتون ممنونم. و تا یک ویدیوی دیگه گود بای.